امید جهان درگذشت. امید با نام اصلی امید پولادی بهمن 1360 در آبادان به دنیا آمد. پدرش محمود جهان خواننده سرشناس بندری بود و از همان کودکی روی مسیر هنری امید تأثیر گذاشت. امید از 23 سالگی با آلبوم پسر جنوبی وارد موسیقی شد و با آهنگ‌های شاد بندری مثل هلی دان دان به شهرت رسید. سال 1394 اولین آلبوم مجازش به اسم وایسا نرو منتشر شد و همون سال در برج میلاد تهران اولین کنسرت رسمیش رو برگزار کرد. موسیقی امید جهان ترکیبی از پاپ و فولکلور جنوبی بود و خیلی زود به صدای جشن‌ها و شادی مردم تبدیل شد. اما متاسفانه در شهریور 1404 هنگام اجرای کنسرت در جشنواره قرمای بم دچار سکته قلبی شد و صبح روز بعد در بیمارستان درگذشت. او در 44 سالگی از دنیا رفت و یادش برای همیشه در قلب مردم ماندگار شد.